سلام، روز همگی بخیر. امیدوارم که سلامت باشید. این پست شاید بیشتر مناسب همکارای پزشکمون باشه. دانشجوهای عزیز، اینترنا و رزیدنت ها میتونن مخاطب اصلی این پست باشه. البته هر کسی ممکنه به تناسب علاقه‌ای که داره تا آخر این پست هم همراه ما باشه و در مورد چرایی این پرسشی که در ابتدا براتون گذاشتم میخوام صحبت بکنم. همونطوری که میدونیم پروسه همولیز حاد در بیمارانی که مبتلا به کمبود آنزیم G6PD هستن یک همولیز اینتراواسکولار یا داخل عروقی هستش که متعاقب اون هموگلوبین آزاد میتونه وارد ادرار بشه و در آزمایش ادرار ما هموگلوبین یوریا یا هموگلوبین ادرارمون مثبت در بیاد یا اینکه به اصطلاح بلادمون مثبت در بیاد. اما ما در بدن یا در خون قبل از اینکه اتفاقات تا کلیه بیفته در واقع مکانیزم‌های دفاعی داریم که یکی از مهمترین اونا هاپتوگلوبین هستش. همونطور که می‌دونیم هاپتوگلوبین با باند شدن به هموگلوبین مانع از تاثیر مخرب اکسیدیتیو هموگلوبین بر روی ارگان‌ها میشه و از این را میتونه برای مریض یک در واقع کمک یا یک نجات دهنده بسیار خوب باشه. هاپتوگلوبین به همین خاطر در جریان همولیز کاهش پیدا میکنه. البته بستگی به میزان هاپتوگلوبین و میزان هموگلوبین موجود در ادرار ممکنه اگر میزان هاپتوگلوبین بیشتر باشه مانع از آزاد موندن هموگلوبین در خون و متعاقب اون هموگلوبین یوریا بشه یا در واقع مانع از هموگلوبین یوریا بشه. گاهی اوقات هم ممکنه مریض زمانی که به بیمارستان میاد پروسه همولیزش متوقف شده باشه که عملاً دیگه هموگلوبین آزادی در خون وجود نداشته باشه. اما بریم در آزمایش ادرار ببینیم چه اتفاقاتی ممکنه بیفته که این جواب رو به ما بده که بعد بگیم که بیشتر به نظر میاد میتونه جواب فالس نگاتیو بده یا منفی کاذب بده. یعنی علیرغم اینکه هموگلوبین در ادرار وجود داره ولی نوع آزمایش ادرارمون باعث این خطا بشه. یکی از مهمترین اینا نوارهای ادرار در واقع تاریخ گذشته هستش که اگر نوار ادرار مدت طولانی از زمان تولیدش گذشته باشه میتونه برای هموگلوبین فالس نگاتیو یا جواب منفی کاذب ایجاد بکنه. دومین علت اگر ادرار برای مدت طولانی منتظر بمونه تا آزمایش روش انجام بشه این هم میتونه باعث منفی شدن جواب آزمایش بشه و یکی از مهمترین چیزهایی که اتفاق میفته اینه که در جریان بیماری فاویز خیلی از توصیه ها اینه که بیماران مقدار زیادی آب میوه مصرف بکنن و با این کار شاید برای بیماریمون ایجاد دیورز بکنن. اما همونطوری که میدونین آب میوه ها میتونن مقدار زیادی آسکوربیک اسید یا ویتامین C داشته باشن و همین ویتامین C جزء یکی از موادی هستش که میتونه تأثیر بگذاره بر روی نوار ادرار و مانع از ریاکشن بین هموگلوبین و اون ماده‌ای که در نوار ادرار وجود داره بشه و از این طریق باعث بشه که جواب آزمایش ادرارمون علیرغم اینکه بیمار خون در ادرار داره یا هموگلوبین در ادرار داره به صورت کاذب منفی در یا فالس نگاتیو. این مهمترین عللی هستش که میشه با اون توجیه کرد چرا بیماری که مبتلا به لیز حاد هستش در آزمایش ادرارش خون یا بلاد یا هموگلوبین نمیبینیم. خداحافظ تا یه برنامه دیگه.